عزیز سلام از چنل یوتیوب ما رو دنبال کردید. خواهش کنم که سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، خلاصش این نظرات همه بگید. ای بازار لشنشا ساعت داریم هولوش 1:30 ایز خلوت ها بعد از ظهر بیشتر ایشون حالا با هم میشیم دم ظهر از کاسمون هم رایت دور نمیمی با هم بدم در بازار لشنشا بزنیم. بیا فقط دروازه لشنشا هر چیز جدیدی نوبری که این آهنگی عزیز در لالو ای داریم همون نوبری هیچ جای بازار ندیدی ولی ای داریم. آقا این کاوی چیز فرانسوی؟ فرانسه از فرانسه مستقیم درست آقا؟ نه دو کورس مو از مستقیم نما بیا اینا مال چیه؟ چون تو نهایشون نیست و انتهای این راه که مستقیم خوریم به اموزیان اینم بگیریم بشیم. سلام واو در و دیوار این خونه میریزه روی سرم بعدی تو دیوار آهنگو تفزار این چیز بیا با مرسی خیلی حسینی اون دارم بریم شما باش خوشم این بیشتر بفهم اون قصه اما یه زبی زیاد نیده قصه بیا باش کاری نه آقا فقط تلفن نه این تلفن در سبزی خوردن فقط و فقط من خیلی علاقه زیادی به این در اونجا بگید خیلی دوست دارم خیلی خوشمزه تلفن واقعا میدونی که خیلی موابیه عالیه خاصیت تلفن هم بگید آقا خاصیت تلفن کننده خونه میدونی باید جوان کننده پوست صورته آفرین بس بسیار عالی. ما در خدمت شما هستیم. لایک و سابسکرایب شما یاد نشید با ما همراه بید با بلاگ‌های بعدی همین بقیه پست‌ها میاد وارد چنل یوتیوب بید و تو این تک تک همین پست‌ها رو برید لذت ببرید. مرسی عزیز پروژه‌ای که داره امروز خلاصه با فروخت حسن آقا سوالی داری آقا حسن همه دنیا حسن آقا در قلب ما دارم حسن آقا حرف نداره خط قرمز ما سلام علیکم آقا شما عزیز خوبی آقا الحمدلله قربان شما شما بازار لشنشا بگو فالوورای عزیز ما رو بیان با ما گمجه ارزانته میدن گمجه دستی میدم گمجه خوب میدم بورن بالاخره ما دعا کنن دست گمجه ارزانتر میدم با قیمت مناسب ارزانه بازار خیلی ارزانتر میدم اینم ورودی از این ورودی اول است همه چی همه رقم جنس دارم بسیار بسیار محلی اما اسماعیل عزیزم چقدر خوشگل بسیار عالی ماربروه وجود عالی اینم کلاه برای کار کشاورزی انجام داده گرم نیوی خنک کننده تجهیزی است به کولر او خنک کننده تجهیزی است خب بسیار عالی بسیار کولر آبی نیست داره اون روده یا آب بزنی خنک اون تاثیر داره سه تا بیا چند دانه این آجواد دانی 150 تا خوب بیه یا 1 متر نیم خب تاثیر داره 1 متر نیم 8 نفره 8 نفره آفرین چرا سه تا بیه ابزار خربزه با پوست خربزه زرده با پوست خربزه ابزار کار این نی باردی چی این سر آفرین 450,000 تومان جواد خانه ایستا اونم که جنس گیرانه وسایل اولی گیرانه دست دارم عالی بیا خودت خیر بید باز هزینه کنی آجواتی کاره دست در نکنه آقا خدا تا برکت بیده خدا تا برکت این ویریس بردی این خیلی خریده این خیلی دمار این ویریس تو این چینه من کدو پدو نده سنتی این خربزه بزرگ بار بنامونه چقدر عالی با چقدر عالی به چاله داره آب بخوری
خیلی از آلیان کدو نه بزرگتر کدو هندوانه یه دونه خربزه بیار بازار رشتنشا تشریف بردی پاساج اینجا آویزون کن یاری یه دونه نمیفروشه همینجا آویزون کن ایوون اینم بدن خربزه اینم جای خربزه خربزه تو چقدر بامزه خربزه نه لازم من بگی من کرده من ای به چقدر خوشگل چقدر خوشگل چقدر خوشگل چقدر خوشگل چقدر خوشگل الان دیگه عالی یا نگاه کن بسیار بو داری نه دارد یا نه اول اون چی کار دارم اون بس بگی بوشو برن آبی زنم اون بزن آقا اینو بریس یا بگم برای گمک بوزم چند آقا قیمت بریس؟ بریس چیه 20 تومن 20 خالی اما این فکر ای بونه اما قشنگه تو با بریس هم بداری ای بفروشی آقا چهار بریس برای بازو فروشیم ها رد یا تو آدم دوش کزونه اینجا تا اینجا جمع مردم میگن ما دیگه 400 تومن مردم میگن 350 از اون بگیرید ما روز پیروز رفتیم ساعت 1 رفتیم تو مال کردیم جیلان بیجا تا اینجا جمع ساعت 6 اومدیم بالا بعدی ما باز ناراضی بودیم تو تا ساعت 7 میمونید تا ساعت 7 دست شما ممنون که همین ویدیوی بدهید و سابسکرایب شما رو یادنشی حتما همه لایک بکنید و بازار لشتنشا و توانید بیشید همین چنل یوتیوب و بقیه ویدیوها هم از بازار لشتنشا و عموم بدید